درود بر شما. امید هستم. اینجام رو دست شما هم شاهد رو دست دیگری هستید. در مورد عربستان چقدر میدونیم؟ وضع زندگی مردم عربستان به چه گونه است؟ موقعیت زنان در عربستان چیست؟ خانم ها و آقایان، حقایق تکان دهنده در مورد عربستان موضوع این هفته برنامه رو دسته. تا کنون تعجب نکردید چرا در مورد کشور عربستان و پایتختش که ریاض باشه فیلمی منتشر نشده یا فیلمی شما ندیدید، یا اگرم منتشر شده و دیدید خیلی به ندرت بوده؟ بله، در عربستان عکاسی فیلم برداری از خیابانها جرمه. اگه فکر کردید کشور عربستان چون از ما ایرانی‌ها خوشش نمیاد در بازی تیم ملی فوتبالش با استرالیا همین چند روز پیش برای حوادث تروریستی در تهران حاضر به سکوت نشدن، سخت در اشتباهید. عربستان تاکنون پیام تسلیت برای هیچ کشوری روی کره زمین نفرستاده، چون عرب‌ها جز خودشون به کسی اهمیت نمیدهند. تازه برخی از شنیده ها حاکیست اگر جایی خشکسالی و قحطی بیاید یا جایی حمله تروریستی شود و عده‌ای کشته شوند، کلی باعث خوشنودی مردم عربستان می شود. آیا میدانستید که ورود مسلمان ها به شهر مدینه ممنوع است؟ حتی هیلتون، مهندس ساخت هتل هیلتون، برای ساخت این هتل در شهر مدینه از راه دور و با عکس مشاوره داد. مجازات‌های اسلامی در عربستان هر روزه داره اجرا میشه و مردم در روز در خیابان‌ها شاهد دست و پا قطع کردن مجرمین هستن. اعدام‌ها که با طناب دار انجام نمیشه، با شمشیر گردن محکومین رو وسط خیابان‌ها و میادین میزنن. اقلیت مذهبی در عربستان وجود ندارد و کتاب آنها آتش زده می شود. تنها بخشی از شیعیان هستند که خون آنها توسط عربستان در شیشه شده است. آیا می دانستید در عربستان حتی سینما وجود ندارد؟ علمای عربستان به شدت به دنبال این هستند تا دوباره قانون بردهداری در این کشور برگرده و از پشت تریبون‌های مساجد این خواستشون رو میگن و اونها استناد میکنن چون محمد تازی بردهداری میکرده، در اصل کنونی بایستی بردهداری در عربستان احیا شود. آیا میدانستید در عربستان در اماکن عمومی و رستوران ها زنها و مردها جدا می نشینند؟ بر اثر فشار روحی روانی بر زنان عربستان، آمار خودکشی در زنان عربستان بالاست و هر روز داره رو به افزایش میره. آیا میدانستید در عربستان شناسنامه داشتن زنان ممنوع است؟ زنان را قبل از ازدواج به عنوان دختر فلانی و پس از ازدواج به عنوان زوجه فلانی میشناسند و اساساً در عربستان زن آدم محسوب نمی شود که نامی برای خودش داشته باشد. آیا می دانستید رانندگی زنان در عربستان ممنوع است و حتی اگر دولت بخواد بر زنان آسان بگیرد خود مردان عربستان چنین اجازه‌ای را نمی دهند؟ آیا می دانستید همین 2 سال پیش در عربستان کنفرانسی برگزار شد که آیا زن جزء انسان هست یا خیر؟ و آیا باز میدانستید همین 2 ماه پیش عربستان در سازمان ملل به عنوان ریاست کمیسیون حقوق زنان برگزیده شد؟ و آیا باز میدانستید که از 22 کشور 15 کشور اروپایی و حتی آمریکا رأی به ریاست عربستان مبنی بر حقوق زنان در سازمان ملل دادن؟ این میدونید یعنی چی؟ یعنی حقوق بشر و دموکراسی گزینشیه برای این کشورها و کشف و دروغ سازمان یافته شده و بهانه‌ای است و اهرمی است برای فشار بر برخی کشورهای دیگر. در چنین شرایطی هم که طبیعیه زنان در عربستان حق رأی دادن هم نداشته باشند. آیا میدانستید با وجود اینکه دولت دختران را از رفتن به مدرسه منع نکرده، ولی خود مردان خانواده دختران خود را به مدرسه نمیفرستند و اکنون بیش از 80% دانش آموزان عربستان پسر هستند؟ آیا میدانستید که ورود زنان بدون جنس مذکر و محرم در همه جای عربستان ممنوع است؟ تازه برخی از شنیده های تیم رودست حکایت از آن دارد که برخی از علمای تندرو عربستان فتوا دادند تجاوز به زنان تنها در عربستان حلال است. بنابراین جای تعجبی ندارد که زنان در عربستان بدون همراه مذکر حق خروج از کشور و حتی شهر خودشونو ندارند. آیا می دانستید زنان از سن 10 سالگی
باید بر روی صورت خود نقاب بزنند و تا آخر عمرشان نباید نقاب را بیرون از خانه بردارند؟ آیا میدانستید که زنان در عربستان هیچ گونه پولی ندارند و حق داشتن حساب بانکی را هم ندارند؟ آیا میدانستید که عربستان 4مین کشور جهان از نظر خرید سلاح و تانک جنگی است؟ گفته می شود عربستان به قدری نفت داره که 4 میلیون بار میتونه استخر المپیک رو پر کنه. آیا می دانستید عربستان در زمان رخداد جنگ در 3 کشور همسایه‌اش یعنی یمن، عراق و سوریه درهای خود را بر روی همزبانان و همدینان خود بست؟ آیا می دانستید که مردم عربستان اعتقاد دارند شاش شتر خاصیت دارویی داره و در روز آن را میخورن و حتی صورتشون رو با آن میشورن؟ آیا میدانستید که خوراک مورد علاقه مردم عربستان پلو سوسمار و خوراک ملخ است و این غذاها جز خوراک‌های سنتی مردم عربستان محسوب می‌شود؟ آیا می‌دانستید عربستان بزرگترین بیابان شنی جهان است و به آن ربع خالی می‌گویند و تنها 7% عربستان آب دارد؟ آیا می‌دانستید در عربستان زن دوم و سوم و چهارم برای یک مرد طبیعی است که بگیرد و حتی در برخی از عروسی‌ها یک مرد با 3 زن و حتی 4 زن همزمان ازدواج می‌کند؟ آیا می‌دانستید که در عربستان قوه مقننه و مجلسی وجود ندارد و عربستان تشکیل شده از چند قبیله و رئیس تمام این قبایل به عنوان سلطان بر کشور عربستان حکومت می‌کند؟ آیا می‌دانستید در عربستان تا سال 1940 میلادی قبل از کشف نفت هیچ خانه 2 طبقه یا عمارتی وجود نداشته است؟ آیا می‌دانستید که در عربستان جنگل و رودخانه وجود ندارد و عربستان یک فصل است و فقط فصل تابستان را دارد؟ آیا می‌دانستید از کوروش بزرگ تا اسکندر مقدونی هیچ کس حاضر نشده در طول تاریخ برای تصرف عربستان اقدام کند؟ با توجه به این دانستنی ها ما حق نداریم توف بندازیم تو صورت اپوزیسیون سکولار دموکراتمون همچون علیرضا نوری‌زاده یا تجزیه طلبان کردنمایی همچون مصطفی هجری یا تجزیه طلبان بلوچی همچون رضا حسین‌بر و در نهایت رضا ناپهلوی که دائم دست گدایی بر این کشور دراز میکنن. آیا به راستی نباید توف تو صورت تک تک این افراد بندازیم که برای براندازی حکومت ننگین جمهوری اسلامی دست جلوی چنین کشوری دراز میکنن و درخواست کمک مالی میکنن؟ قضاوتش با شماست. اگر در این برنامه احساس کردین حرف حساب و روشنگری شده، با پیشنهادات و انتقادات خودتون ما را حمایت کنید. برای بالا رفتن سطح کیفی و پخش این برنامه در فضای مجازی اسپانسر مالی ما شوید. این برنامه هم که همکنون دیدید تا اونجا که میتونید به اشتراک بذارید، لایک زدن و اینوایت دوستانتون بر روی پیج فیسبوک و اینستاگرام تیم رودستم یادتون نره. ایران بزرگ آرمان بزرگ می‌خواهد. تا برنامه بعدی رودستی دیگر، پاینده ایران بدرود.